در اپیزود 5 پادکست آموزش نیم نگاهی داریم به شرکت 100 میلیارد دلاری شاپیفای و نقش آن در توسعه و کاروبار تجارت شما. در بخش اول ارزش افزایی کارکرد تاریخچه شاپیفای را بررسی می‌کنیم. سپس نقش شاپیفای را در دموکراسی سازی کارآفرینی برای همه مردم بررسی و مطالعه خواهیم کرد. در بخش سوم استراتژی بردبرد شاپیفای برای همه پارتنرها و کارآفرینانش را کنکاش می‌کنیم. بعدن اینکه چون رئیس شاپیفای یک یهودی است، دلیل اینکه چرا یهودیان کارآفرینان موفق هستند را نیز پژوهش می‌کنیم و در نهایت درس هایی که از شاپیفای برای رشد تجارت و کسب و کارمان می‌آموزیم را برجسته می‌سازیم. به نام خداوند جان و خرد، من فرخ هستم، میزبان شما در پادکست آموزش. در بخش اول به معرفی شاپیفای و ارزش افزایی آن توجه می‌کنیم. ممکن شما تصویری از شاپیفای یا آگاهی در مورد چگونگی کارکرد شاپیفای داشته باشید. خب طبیعی است که تمام استارتاپ‌ها و کارآفرینان به خاطر اجرای کارشان به صورت آنلاین نیاز دارند تا از یکی از پلتفرم‌ها استفاده بکنند یا به صورت منوال وبسایت خودشان را بسازند. در جمع اینها شاپیفای یکی از اون پلتفرم‌هایی است که بهترین خدمات ارائه می‌کنه، یعنی به خاطر استفاده از تمام سهولت‌های آنلاین، نظیر پرداخت آنلاین، نظیر پروسس فولفیلمنت یا مراحلی که شما یک محصول بسته‌بندی می‌کنید و به مشتری ارسال می‌کنید، همه اینها از طریق شاپیفای به آسان‌ترین شکل ممکن فعلا امکان پذیر است. از طرف دیگه شاپیفای همچنان با تمام شرکت‌های شپمنت، یعنی انتقال مواد و محصول شما، از قبل قرارداد داره و ترد پارتی، یعنی طرف‌های سوم، یعنی تمام شرکت‌های سومی که در بین شما و شاپیفای است، اونا هم این پروسس را خیلی ساده ساختن. به صورت خلاصه شاپیفای امروز زمینه کارآفرینی را به هر کسی مساعد ساخته. به این معنا شما اگر قبلا یک تجارت خرد در یک گوشه از دنیا داشتین، امروز میتونین محصول یا خدماتتان را در تمام دنیا بر تمام انسان‌هایی که به اینترنت دسترسی داره ارائه بکنین. خب در اینجا بیشتر اشاره کردم بیشتر وبسایت ها و پلتفرم های دیگه ای هم است، ولی در جریان این برنامه آنچه را که ما برجسته میسازیم شاپیفای را از سایر پلتفرم ها جدا میسازه و این را یک مزیت، یک بهبودی میده که شما میتونین از او استفاده بکنین و در این جریان درس های مفیدی از چگونگی رشد و به بلوغ رسیدن و گسترش شاپیفای به شما داریم که میتونیم در کاروبار خود ما از اونها الهام بگیریم و استفاده بکنیم. شاپیفای در قدم اول در سال 2004 با یک نام دیگه آغاز شد. در اصل یک کسی با اصلیت آلمانی که مهاجر در کانادا بود توانسته بود چون با کدینگ، با پروگرامینگ دسترسی داشت، یک پلتفرمی را ساخته بود به خاطر فروختن سنوبوردینگ که بعداً یک نوجوان با اصلیت یهودی که تانست، نام از هالی فینکلستاین بود، آمد شاپیفای در سال 2006 تأسیس کرد و امروز شما میبینید که امپراتوری که شاپیفای ایجاد کرده به شدت و به سرعت در حال افزایش است. مثلا امروزه ارزش و سرمایه شاپیفای 100 بیلیون دلار است. 100 بیلیون معادل 12 رقم عدد است اگر پالوی هم بگذاریم. یک رقم فوق‌العاده بلند که تنها با پشتکار، با تلاش و با استراتژی که مملو از آگاهی و دانش و تجربه باشه به واقعیت میپیونده و به موفقیت میرسه. در جریان عمر خودش که از همونطور اشاره کردم کمتر از 20 سال میشه، تجارت و کارآفرینی در تمام زندگی انسان ها دچار تحول ساخته.
آنچه در حال حاضر قابل توجه است، شاپیفای در 170 کشور جهان فعالیت داره و شما میتونید محصولتون را در هر یک از این کشورها عرضه بکنین. یعنی محدودیت جغرافیایی دیگه یک سوال برای کس نیست. شما با آسانی میتونین یک محصول را لیست بکنین، بهترین تصاویر از او بگذارین، بهترین پروداکت و دسکریپشن یا همو جزئیاتش نوشته بکنین، سایز و اندازه و کیفیت همو محصولتان را، و کافی است با یک کلیک شما به تمام دنیایی را عرضه بکنین به همین سادگی. اما در چگونگی راستای ازی و سفری که این پلتفرم پیموده، شما میبینین این یک خط مستقیم نیست. مثل هر تجارت دیگه و مثل هر استارتاپ نوپایی دیگه سیر صعودی و نزولی زیاد داشته و ما این مشخصه ها و این فاکتورها را در جریان برنامه از نظر میگذرانیم. در قسمت دوم برنامه هم طوری که اشاره کردم، شاپیفای کار کرده که استارتاپ یا انترپرنورشیپ یا کارآفرینی را دموکراتیزه ساخته، یعنی قابل امکان بر هر یکی او را ساخته. شما ببینید در گذشته ها سیستم طوری بوده که تنها آقازاده ها، تنها افرادی که ثروت از به صورت خانوادگی از نسل‌های قبلیشان به میراث می‌بردن صاحب سرمایه و تجارت کار کسب و کار بودن، ولی امروزه به این صورت نیست. در این راستا در کنار سایر امکاناتی که تکنولوژی پیشرفته جهان به وجود آورده، شاپیفای یکی از اون مشخصات، یکی از اون فاکتورها است که این کارآفرینی و این فرصت میلیونر شدن را به هر انسان فراهم ساخته. شما ببینید امروزه بیش از 51% از میلیونرها در جهان کسایی هستند که سرمایه را از نسل‌های قبلیشان به میراث نبردن، بلکه سرمایه را خودشان ساختن، خود را میلیونر ساختن و این رده‌بندی در سطح این رده‌بندی کاروبار یا کسب و کارهای در بخش تکنولوژی، در بخش مالیاتی و در بخش ریال استیت یا همون خرید فروش ملک و زمین می باشه که بیشترین تعداد میلیونرها را در اقتصاد مدرن امروز تولید کرده و نقش شاپیفای در این فوق العاده برجسته می باشه. شما تصور کنین در سالی که مثلا در 2006 شاپیفای ایجاد شد، اگر شما یک فروشگاه اینترنتی تأسیس میکردین، مجبور بودین که حدود 2 یا 3 میلیون دلار مصرف کنین یا تا یک کمپانی بزرگ مثل IBM یا اوراکل بیا وبسایت شما را جور کنه، محصول شما را لیست بکنه و لاگین، چک اوت و تمام مراحل خرید یا امین پرچیز فنل که است یا امین مراحل خریدی که است، این که امروز شاپیفای فوق العاده ساده و عادی ساخته، ایره به شما ست میکرد و باید شما 4-5 میلیون دلار به او میدادین و بعد این مربوط شما میشه که کار شما رونق میگیره، تجارت شما پیشرفت میکنه یا نمیکنه. تحول و انقلابی که شاپیفای و تنها شاپیفای نیست، یعنی شاپیفای یکی از پلتفرم‌هایی است که در رأس قرار داده. خیلی پلتفرم‌های دیگه هم است که روی هم رفته، در همین پادکست با آنها هم تماس خواهیم گرفت و در موردشان صحبت خواهیم کرد تا درس‌های از این پیشرفت این پلتفرم ها و این تجارت های موفق برای شما باشه که شما هم در کار و بارتان او را عملی بسازید. یعنی کاری دستاندرکاران و مدیران پایه شاپیفای کردن این بود که به خاطر سهولت فقط اونها یک میشن داشتن، یک مأموریت داشتن، این که تجارت در خدمت هر کس قرار بدن. این را از ملک الطوایفی، از شیوه این که کسانی که از پدر و پدرکلان از خانواده سرمایه را به میراث بردن بیرون بکشن و این فرصت برای همه فراهم بسازن
تا هر کسی فرصتی را داشته باشه بتونه به سرمایه و به پیشرفت و استقلالیت مالی برسه. و خب طبیعی است که در این مسیر و در این استراتژی اونها مفاد و نفع خودشان را هم سنجش میکردن و او را محاسبه میکردن. بگونه مثال کاری که دستاندرکاران شاپیفای انجام دادن این بود، با پارتی های سوم، یعنی کمپانی های شپمنت یا کمپانی های شپینگ که در ایالات متحده تعداد کمی از اونها نیست، مثل DHL، مثل فدکس، مثل بس کمپانی های دیگه، خصوصا در بخش شپینگ، خرید فروش اینترنتی یا آنلاین، UPS یکی از پلتفرم‌هایی است، یکی از شرکت‌هایی است که دست بالا داره و با همه اینها شاپیفای تانسته سیستم خودش سینک بکنه یا یکسان بسازه و با آسانی شما میتونین محصولتان را که کسی خرید میکنه او را به او از طریق همین ترد پارتی ها یا افراد یا طرف های سومی پرداشته شده و اکمال یک ترانزکشن شما عملی بسازید. مثال دیگه ازی شما امروزه میفهمین که متا که در تحت از او شرکت فیسبوک و واتساپ و همچنان اینستاگرام است، امروز یکی از مارکت پلیس های بزرگ خرید فروش اینترنتی می باشه و چگونگی ترکینگ یا پیگیری ترافیک یا کسانی که وارد وبسایت شما میشه و کارهای مثل خرید یا چک اوت یا دیدن یا ریویو یا هر کاری در وبسایت شما میکنه بسیار با آسانی شما میتونین از طریق اینستال کردن پیکسل در شاپیفایتون با تمام اطلاعات. پیکسل باید یادآور شوم که همون یک سنپت یا یک کدی است که بسیار کودک کوتاه است که فیسبوک به شما او را میده. وقتی که در داخل شاپیفای این شما میگذارین، تمام اطلاعات در بخش انالیتیکس ادز، یعنی در بخش تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده های فیسبوک شما میتونین ببینین که چه کسایی وارد وبسایت شما شده، چی را خریداری کرده، چی را پیش برده ولی در آخر خرید نکرده و یا کدام محصول چند بار چک کرده و قرار است بخره. همه اینها به خاطر جذب بیشتر مشتری و یا ریتارگتینگ که میگن، یعنی مشتری را شما میشناسین کی آمده یک بار سیل کرده و حتی تا مرحله چک اوت پیش رفته، شما دوباره با یک آفر مثلا میتونین با او یک ایمیل بفرستین یا یک نوتیس بفرستید. این اتوماتیزه سازی تجارت را این پلتفرم ها، مثلا ما در مورد شاپیفای صحبت میکردیم، از نمیفهم از کجا آباد فیسبوک هم آمد. یعنی این همه این تکنولوژی ها دست به هم داده تا تجارت به صورت آسانش امروزه برای ما شما ممکن بسازه و پیامی که اینها در پهلویشانی داره که باید ما شما به خاطر بهبود زندگی خود و فرزند و فامیل و خانواده و وطن ما خودکفا شویم و تجارت خودمان را بسازیم. حالا فرق نمیکنه که شما در کدام بخش در کدام رشته و در کدام مسلک تخصص دارین، شما میتونین ساید بزنس یا تجارت جانبی خودتون را بسازین. من هیچ نفع شخصی از آنچه که برای شما میگم ندارم، فقط آنچه که من احساس میکنم، آنچه که از روی تجربه و آگاهی و از آنچه که در مورد از درس خواندم و این فرصت هایی که من به یک دید از یک زاویه بالاتر دارم، من میخوایم به شما بگویم که این فرصت ها وجود داره و روزانه به تعداد این میلیونرها در جهان افزوده شده میره. ما به حیث توابع یا افراد یا مردمان از کشوری به نام افغانستان چرا از این فرصت استفاده نکنیم؟ متاسفانه ما و شما در روزمرگی و در حاشیه و در حرف و حدیث ها و گپای مصروف هستیم که اونها به شدت ما را از پیشرفت در زندگی ما، رسیدن به زندگی ما، بهبود زندگی ما و شما را متاسفانه باز می‌داره.
در بخش سوم برنامه از استراتژی برد شاپیفای پرده بر می‌داریم. شاپیفای یک پلتفرمی است با استراتژی که همه برنده خواهند شد و پیش رفته. به این معنی که شاپیفای نه تنها برای خودش و توجه و دقت و فرصت تمرکز و تلاش برای بهبود وضعیت اقتصادی خودش و بهبود سهام و شرکایش داره، بلکه در کنار از او پارتنرها و افرادی که در به نحوی در شاپیفای سهم دارن اونها را نیز برای پیشرفت و دستاورد تشویق میکنه و سهم میده. این به چه معناست؟ ببینید، شاپیفای یک پلتفرمی است که بزنس های دیگه در او فروش میکنن. به این معنی پلتفرم جور شده، سایت اینترنتی جور شده، ولی شما مثلا یا من به حیث یک بزنس میریم اکانت میسازیم، فیسش را میپردازیم، بعد مسئول خودمون را به فروش میرسانیم. شاپیفای خب طبیعی است که فیس خودش میگیره و ما هم از خوبی ها و یا امکاناتی که اونها فراهم ساخته و آماده ساخته برای ما استفاده میکنیم، مارکت میکنیم و برای مشتری ما محصول خودمون را میرسانیم. در نتیجه شاپیفای مفاد خودش را به دست میاره و ما مفاد خودمون را به دست میاریم و تجارت خودمون را رشد و رونق میدیم. این استراتژی به نام وین وین یا برد یاد میشه، یعنی هم شاپیفای برنده است هم ما. به قول از رئیس شاپیفای آقای فینکلستین که یک جوان فریخته و آگاهی است که توانایی فوق العاده زیادی داره، میگه که ما شاپیفای را یا در مجموع این بزنس مدل به حیث یک پای میبینیم. پای ببینین اونا حرفی که به لاتین پای است، همین شکل یک حلقه را داره. شما مثلا یک پیتزا را در نظر بگیرین، این مثال میگه هر یک پیتزا را مثلا چند بخش میکنن، چند توته میکنن که چند نفر باید از او بخوره. درست؟ این مثال میگه ما به می صورت، ما به می عقیده هستیم وقتی که در دنیا این فرصت های کاری وجود داره، به صورت همین پای است، به صورت همین حرف او مانند یا همین پیتزا مانند است که هر کسی یک سهمی از او برمی داره و ما تلاش میکنیم هر قدر نمیز پای یا نمیز پیتزا را بزرگتر بسازیم و هر کس از او استفاده کنه. طبیعی است که ما هم فایده خود ما، لقمه ما کلانتر از او خواهد بود و به دیگران هم خواهد رسید. این یک درس کلان به خاطر بهبود شما در تجارت کاروبار شماست. شما ببینید زیاد ما و شما استثنا نیستیم، همه ما همین خوی عادت داریم که فقط منم میگیم در فکر مفاد و در فکر تجارت و در فکر بهبود وضعیت تنها خود ما هستیم. حتی با کارمند و با کارگر ما رحم نمی کنیم، حتی با طرف، با خریدار، با مشتری، با شرکا، با ترد پارتی ها، یعنی کسانی که به نحوی در تجارت کار ما به نحوی سهیم هستن، هیچ توجهی نداریم و تلاش ما همی است که هرچی بیشتر پول در جیب خودمون بگذاریم و پیدا بکنیم. این استراتژی دراز مدت نیست و این استراتژی شما را به سر منزل مقصود نمیرسانه. به خاطر موفقیت، به خاطر بهبود نیاز است تا استراتژی برد شاپیفای را برای همگی عملی بکنیم و در نظر بگیریم. این به چه معناست؟ ما مثال های عملی زیادی داریم. مثلا ما زیاد متاسفانه افغان‌ها را دیدیم وقتی صاحب کار هستن و کارگر یا کارمند زیر دستشان یک افغان دیگه است، روز از او روز بسیار بد ساختن. حتی لحظه که مثلا هیچ کاری نیست و هیچ نیاز نیست که همون کارگرش کاری بکنه، فقط فرصت است یک دقیقه بشینه ریلکس کنه، او را نمیگذاره. میگه برش زنگ میزنه تو بخی چی کو، مثلا برو قفس چهار پاک کو، یا مثلا برو فلانه دکان فلانه قرض بگیر. یعنی بسیار بیرحم هستیم. یعنی خب وقتی که اون یک عقده، اگر با جزئیات امی مکانیزم را بررسی بکنیم، اون یک عقده در دل خودش داشته باشه، اون از کار ناراضی باشه، چطور شما فکر میکنین کار شما رونق پیدا کنه و به پیش بره؟ هر فرصتی که اگر بهتر به او دست پیدا بکنه، او دیگه با شما باقی نخواهد ماند. ببینین یک مقدار از اونمو فایده و مفاد ما کمتر باید بکنیم و شرکای ما گفتم کارمند ما، کارگر ما، کسی که با ما از کسی که با ما همکاری داره، کسی که با ما سپلای میکنه و کسی که با ما تهیه میکنه، همه اینها به نحو شرکا و حتی مشتری ما باید با آنها توجه بکنیم و از این
حرص زیاد، همین که مفاد ما بیشتر باشه، درآمد ما بیشتر باشه، یک کمکی بپرهیزید. به این دلیل که خب این طبیعی است که هر کسی میخواد اون کپیتال یا سرمایش بالا بره، سرمایش شرکتش بالا بره، اما با این استراتژی خواسته نخواسته شما از 2 سال بیشتر دوام نمیارین و مشتری ها از شما دور میشه. ترد پارتی ها یا همکارا و شرکایی که با شما کار میکنن از شما دور میشن و با شما همکاری نخواهند کرد. این به اثبات رسیده است. شما میبینین شاپیفای پیش چشم شما یکی از اون نمونه هاست که چگونه استراتژی برد عملی ساخته. ببینین بسیار جالب است. در سال 2020 شاپیفای مثلا با قول رئیس از او در سال 2020 درآمدی که شاپیفای خودش داشته حدود 5 میلیارد دلار بوده. اما شرکای ازی کسایی که با شاپیفای بزنسایی که کار میکرده میفهمین چند بوده؟ 200 میلیارد دلار درآمد اونها بوده. به این معناست خب اون میگه من خوش هستم، من میخواستم از این بیشتر هم شود. شرکایش از اونها که بیشتر بردن. خب طبیعی شاید صدها هزارها نمیگم، خب ممکن هزارها میلیون ها نمیگم، هزارها شرکت دیگه است که با اونها کار میکنن. درآمد مجموعی از 200 میلیون دلار بوده، در حالی که از خود شاپیفای 5 میلیون دلار بوده. این بچه بنا ارزش‌گذاری و تلاش برای پیشرفت همگان، در کنار از اینکه شما پیشرفت میکنه، شرکای شما، کسایی که با شما هستن با هم به پیش میرین و به پیشرفت میرسید. متاسفانه مثال چگونگی مدیریت بزنس ها را توسط افغان ها دیدیم. بسیار بسیار شیوه مدیریتشان بسیار کلاسیک است، بسیار ناکارآمد است در دنیای پیشرفته امروزه که تمام مشتری ها و تمام کارمندا و کارگرا و افراد شرکت به حق و حقوقشان آگاهی دارن و از فرهنگ سازمانی یا cultural organizational culture آگاهی دارن. وقتی که همه این آگاهی را دارن، چی نیاز است که زندگی خودشان دوزخ بسازن و با شما تا آخر کار بکنن و به شما انگیزی از این را بدن که شما اونها صادق هستن و شما را میخوان که پیشرفت بکنید. نه، هیچ وقتی کار را نمیکنن. در این بخش برنامه از آنجایی که رئیس شاپیفای شخص هالی فینکلستین یک یهودی است، ما مسئله این که چرا یهودیان تجارت پیشه های موفق هستند را بررسی می‌کنیم. ببینید، تاریخچه دین یهودی برمیگرده به 4000 سال قبل، یعنی 2000 سال پیش از میلاد حضرت مسیح. جالب است یهودین ها نه تنها دینشان مشخص است، نژادشان و مردمشان مشخص است. 3 مشخصه دارد و در طول تاریخ اینها با مشکلات زیاده در این وادی و یا در این سرزمین، مثلا فلسطین یا در نواحی سینا، صحرای سینا در بین مصر و اسرائیل امروزه سرگردان و با مشکلات زیاد مواجه بودند. بعد ببینین اینها مثلا به لحاظ تاریخی و به لحاظ دینی هم پیامبران زیاد در بین اینها آمد. مثلا شما شاید بهتر از ما بفهمین حضرت یوسف، حضرت یعقوب، حضرت مثلا داوود، حضرت سلیمان، همه اینها ما با داستان‌های اینها از طریق قرآن آگاهی داریم. اما به لحاظ تاریخی اگر شما ببینید، بسیار از امپراتورها بالا اینها به نحوی بگوییم ظلم کرده، اینها را از هم پاشیده، در هم کوبیده. حتی بین خودشان اینها، شما قصه جالب و قصه بسیار مشهورش از در قرآن حتی نیز ذکر شده که
12 فرقه اینا تقسیم میشن. این فرقه ها هم باز در داخل خود اسرائیل امروزه بعد دو کشور جداگانه جور میکنن. این یک سیر تاریخی عجیب و غریب داره، با هم میزنن، کلاویزه میکنن، میکشن. بعد بابلی ها میای اینها را قطع میکنن، میکشه، از بین میبرن. به می ترتیب مادها میان اینا را از بین میبرن، میزنن و میکشن. اینا یک مشخصه دارن این یهودی ها. بسیار مردمان سرسخت، بسیار مردمان پرتلاش، بسیار مردمان غنی، دارا، پولدار و با آگاهی هستند و به همین دلیل داخل هیچ سیستم، داخل هیچ فرهنگ اینتگریت یا داخل نمیشن یا یک جای نمیشن. میگن ما هستیم، ما برتر هستیم، ما خود ما هستیم، همه چیز داریم، ما نیاز نداریم که دین شما را قبول کنیم، داخل سیستم و کلچر و فرهنگ شما بشیم. یکی ما به نظر ما برتریشان اینمی است. بعد تنها جالب است که تنها از امپراتوری فارس مثلا کوروش وقتی که تحت تسلط خودش میاره اینا را غرض نمیگیره، بلکه معبدشان دوباره ترمیم میکنه. خیلی به بحث تاریخیش نمیپردازیم، سریع برمیگردیم به عصر مدرن و چگونگی پیشرفت و رشد از اینا در اقتصاد چرا دست بالا دارن. امروزه شما میبینید که تجارت امریکا، اقتصاد امریکا و سیاست امریکا از همه چیز مهمتر در دست اینها. کمپانی های بزرگ مثل آمازون، مثل شاپیفای کاله به می دلیل من در این مورد قسم میکنم، یا مثلا فیسبوک، یا بسا کمپانی های مثلا بلک راکس، همه اینها از یهودی ها است. اینها دست بالا به خاطر کنترل ازی دارن. شما ممکن است داستان جالب، ممکن در اون مورد من در یک پادکست دیگه صحبت بکنم، ای که کانی ویست چه رقم به خاک نشاندن این تجارت پیشه ها و این برندهایی که مربوط یهودی ها بود. اولین میلیاردر سیاه‌پوست بود او را صفر ساختن. چرا؟ کنترل در دستشان است، اقتصاد در پیششان است. خب دلیل همین است. وقتی که اینها پیش از جنگ دوم جهانی را قسم میکنن، سرگردان مثلا اینا امپراتوری روم بالاشون بسیار ظلم کردن، یا سرگردان در هر طرف اروپا پراکنده شدن و دور رفتن و ولی امو گپ همیشه اینا بین خودشون تجارت های خانوادگی داشتن، با یکی دیگه کمک میکردن و میکنن. امروز همچنان با یکی دیگهشون توجه میکنن، شریک میسازن، کاری که ما و شما هیچ وقت نمیکنیم. و آنها هیچ وقت یکی دیگه خدا کمک نمیکنن به خاطر بهبود خصوصا رمز و راز تجارت. اما یکی از مهمترین مشخصهای پیشرفت و توسعه یهودیان کاربار خانوادگی و همکاری با یکدیگرشان است و شریک سازی اسرار تجارتیشان، البته با نزدیکی ها، با خانواده و با افراد نزدیک به خودشان. خب اینا گفتیم که اروپایی‌ها هر چی میکردن به هیچ صورت اینا قبول نمیکردن. میگفتن که ما فرهنگ ما بالاتر است، توانایی ما، دانش ما، آگاهی ما، حتی پول ما. که در نهایت باز این قصه جالب است که بحث طرف دیگه نره چگونه مسئله صهیونیسم به وجود آمد و اینها، ولی اون لورج، اون برتری اقتصادی که اینها داشتن وقتی که به امریکا را پیدا میکنن، خب به صورت طبیعی اینها به سرمایه و پول دسترسی داشتن و امروزه این ادامه داره و این به پیشرفت روان است و اقتصاد و پیشرفت و توسعهشان مثلا نسل بعدیشان میاد، نسل بعدیشان میاد و نسل بعدیشان میاد. به این ترتیب یک تجارت نو، یک ابتکار نو، یک پلتفرم نو ایجاد میکنه. جالب است بدانین نه تنها شاپیفای رقیب از مثلا ویکس نیز از یهودی ها هست، مالک یهودی داره. خب جالب است رئیس شاپیفای شخص هالی فینکلستین یک پادکست فکر کنم خودش هم داره که فقط تمام پیشکسوتان یهودی را میره معرفی میکنه، اونایی که مثلا بالاتر از 80-90 سال عمر داره و از اونها تجربه درس پیشرفت بزنس و تجارت را میگیره، میگه به من توصیه بکنین که من چی باید بکنم. ببینید چقدر اینا توجه دارن به پیشرفتشون و به بزنسشون. و ما قبلا هم گفتیم یک گفتار بسیار عالی داره آقای علی شریعتی بزرگ، میگه فقر مادی فقر مالی را فقر مادی فقر معنوی را به وجود میاره. شما ببینید
اگر شما جلو امی فقر مادی را بگیرین، شما میتونین بهترین دین، بهترین مذهب، بهترین مسلمان، بهترین هر چی که عقیده دارین، فرهنگ عنعنه‌ایتان را به او رسیدگی بکنین، از او تجلیل بکنین، یک تصویر بسیار مثبت از او به تمام جهان ارائه بکنین. اگر شما با مشکلات و با مشکلات اقتصادی و مالی مواجه باشین، هیچ وقت نه به دین، نه به فرهنگ، نه به قوانین، نه به هیچ چیزی تا رسیدن نمیتونین. فقط شب و روز سرگردان یک لقمه نان خواهید بود. به هر صورت مشخصه های پیشرفت یهودی‌ها در کاروبارشون همین چندان است. یکی که تجارت به صورت خانوادگی در آوردن، با یکی دیگهشون همکاری دارن، توجه دارن و کمک میکنن و همچنان با توجه به فرهنگشان اینها آموختن، یاد گرفتن اسکیل و مهارت های جدید در رأس قرار میدن و همیشه با یکی دیگرشون همکار هستن و سر و راز تجارتشون با یکی دیگر شریک میسازن. در بخش اخیر پادکست امروز ما درس هایی را که از شاپیفای یا از سیر تکامل شاپیفای یاد گرفتیم را جدا برجسته می سازیم تا شما هم در کار و بار شخصیتان او را عملی بسازید. قبل از هر چیز دیگری شما اگر کار و بار شخصی خودتان را و یا کار در اسکیل یا مقیاس خورد خودتان نمیخواین به تمام دنیا برسانین، امروز فرصتش است که با استفاده از شاپیفای یا هر پلتفرم مثل شاپیفای او را به یک آدینس یا یک طیف کلان از مشتریایتان در سراسر جهان برسانید. این خیلی آسان شده. گفتم این تکنولوژی 15 سال پیش به قیمت 5-6 میلیون دلار امکان پذیر بود. امروز شما ممکن است بین 25 تا 30 دلار در ماه که فیسش از بپردازین و تجارتتان را سر پا بسازین. هرچند 3 ماه اول شما میتونین با هر ماه معادل $1 به صورت امتحانی فروشگاه آنلاین همراه شاپیفای بسازید. این امکان پذیر است. خب هیچ دلیل باقی نمیمونه. با این مصرف کم شما میتونین یک تجارتی را راه بیاندازین. ممکن است در 1 سال یا در یک مدت به اوج موفقیت برسه و درآمد زیادی با توجه به عرضه محصولات و خدمات شما برای شما داشته باشه. پس باز هم اگر تا به حال این اقدام را نکردین، حداقل برای یاد گرفتن و گرفتن تجربه شما وارد پلتفرم شاپیفای شدین. shopify.com برین، اما به صورت امتحانی محصولتان را، البته پلتفرمتان یا ای کامرستان را شروع بکنین. در این زمینه اگر شما با مشکل تکنیکی مواجه بودین یا کمک نیاز داشتین، ممکن است ما هم شما را کمک بکنیم از طریق ایمیل با ما با تماس شوید. در غیر از این خیلی ساده است و دلیل پیشرفت و به سرعت برش رسیدن شاپیفای هم همی است که پلتفرم به شدت کار کردنش ساده ساخته تا هر کسی بتونه محصولش و تجارتش آنلاین بیاره. به تکرار میگم اگر باز مشکل داشتین ما در خدمت شما حداقل مشوره رایگان و شما ارائه میکنیم که چگونه میتونین کار آنلاینتان آغاز بکنین. بعد درس دومی که شاپیفای برای مردم و برای کارآفرینان میگذاره ای است که شما با شرکا، کارمندان و کارگرانتان تقسیم صلاحیت بکنین. شما با اونا وقت بتین. با اون ببینید از لا بلای مصاحبه رئیس شاپیفای این برمیآید که اونها حتی تصامیمی که در سطح بورد، در سطح رؤسا گرفته میشه او را به تمام کارمندا شریک میسازن تا همگی بدانند که چه در جریان است و پالیسی و هدف شرکت یا همین سازمان شاپیفای چی است و اونا چی میخوان و به این ترتیب شفافیت در بین همه ایشان پیاده میسازن و به این ترتیب روان و طرز العمل چگونگی پروموشن یا پیشرفت یا مثلا جایزه دادن یا
قدردانی از یک کارمند یا کارگری که فعالتر است و دستاورد خوب داره را خیلی ساده ساختن. شما این کار را در کاروبار کسب و کار شخصیتان به خاطر پیشرفت بکنین. مثال عملیش پیش چشم شما شاپیفای، یک شرکتی که از صفر شروع میکنه و امروز 100 بیلیون دلار درآمد و سرمایه از او است. سومین برداشتی که از لابلای صحبت‌های رئیس شاپیفای که آقای هارلی فینکلستین است برداشت میشه است که اگر شما یک کارآفرین موفق باشین، شما به پرسپریتی یا به معنای سعادت مادی و مالی میرسین و نه تنها این، به گفته اونها، به قول اونها 80% کارآفرینان امروز مردمان استیبل هستند، یا که یک همسر در یک رابطه پایدار با همسر یا پارتنرشون که در غرب یک مقدار معمول است هستند. یعنی کسایی که خب جوانانی که بسیار پابند کارآفرینی و پیشرفت و توسعه نیستند، ممکن یک زندگی نابرابر، یک زندگی کمک از این به این لحاظ و به این از این بود با مشکلات داشته باشند. اما کسایی کارآفرین هستند و شروع کردن کارشان را، اونها بیشتر استیبل پابرجا هستند، گفتم در یک رابطه درست پایدار و با وفا، یا بیشترشان هرچند جوانان هستند. ما این قبلا در لابلای برنامه گفتیم همسر دارن و با تشکیل خانواده کردن و این مسئله در پیشرفت کارشان، در پیشرفت زندگی کارآفرینیشان ایشان را کمک میکنه. بنابراین به می ترتیب آنچه را که از روند پیشرفت شاپیفای از یک شرکت بینام و گمنام در سال 2006 به یک شرکتی که در سطح ایجاد کاروبار آنلاین و ای کامرس امروز وجود داره شما در جریان این برنامه دیدین. برای شریک ساختن نظر و پیشنهاد و یا هر مسئله دیگه از طریق پادکست @amozش.eu میتونین با ما در تماس باشین. تا برنامه بعد، بدرود.